این شما و این مرد بامزه باحال باشین، لبخند بزنید، خوب دست بزنید، سالن رو منفجر میکنه. دیجی حسن ریبندی. علیرضا عصار خوندم براتون، اینو که دیگه میشناسین. دیشب اینجا محمد اصفهانی اجرا داشت، نشست پای برنامه من، فکر نمیکرد که بتونم ایستگاه اونم بگیرم. همینطور نشسته بود، همه حواسش به اجرای من بود. آهنگی را اجرا کردم از کارهاش که دیشب اینجا نخوند، منتها با این تفاوت که حتی سازشم خودم زدم و بعد خوندم. زینگونم که در غم غربت شکیب، گر سر کنم شکایت هجران غریب، جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، که از جان شکیب. بسه دیگه، برام دست بدم ببیش. یعنی اصلا عاشق شده دستاتونم، شما نمیدونید یاد حالا با هم. و خداییش انقدری که ذرت مکزیکی در ایران اشتغال زایی کرده، تو خود مکزیک این کارو نکرده. آدم خاصیه. به من میگفت که دقت کردی حسن تا حالا سر جلسه امتحان، سر سخت‌ترین سوال امتحانی چرت‌ترین آهنگ دنیا میاد تو ذهنت؟ گفتم مثل چی؟ گفت مثل دلکم دل برکم. دلم دلکم دل برکم، دل برکم نمکم، تا که بردی سرکم و شکستی بال و پرکم، منی که شاپرکم توی عاشقاتکم، چی شده که عشقم و گذاشتی با یک کلکم. یارم یار یارم یار. من همیشه فکر میکردم شاگرد این، چون من اصلا ریوندی معلمه، عرض کنم همیشه فکر میکنم شاگردا این چی میکشه دستش. تصورش رو کنید چی درس میده تو سر کلاسی. آرامش خودت حفظ کن، باز قرصاتو نشسته خوردی، درسته؟ مرتضی کجایی؟ پیش دکتر گفت آقا دکتر حالم خیلی خرابه. دکتر گفته من دارو برات نوشتم. گفت من نمیدونم اون روشو نوشته بودی 12 ساعت یکی هر یه ساعت من هر یه ساعت 12 تا خوردم، هر یه ساعت 12 تا سفکسیم خوردم، معلومه حالش بد میشه. بیا چیه اصل جنس من. گندتون اینه؟ ببینم تو بالاخای اون در اومدی الان؟ آره؟ نخیر، من آمدم میگم خانم ها آقایان، لیدیز اند جنتلمن، درست فرمودن، ایشون معلم هست. با هلیکوپتر از بالای میدان آزادی که حرکت کنید و پایین نگاه کنید یه مدرسه راهنمایی میبینید، بچه‌هاش اینجوری هم. مگه من کانگورو پرورش میدم مرد حسابی؟